مدیر شعبه اطلاعاتی کمیته کار با زنان و حائلین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محمد علی صباحت رستم به مقصد شناسایی با رفت در عمل تطبیق نمودن اقدامات بانوان توسط گرانت‌های پرزیدنتی از ناحیه رشقلا دیدن نمود. با اعلام کردن سال 2019-2021 سال رشد دهها سیاحی و هنرهای مردمی از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم همام رحمان آن هنرهای هجدادی که از بین رفته بودند از نو احیا گردیدند. در سال 2020 دو نفر بانوان ناحیه رشقلا دسترسی به گرانت پرزیدنتی را پیدا نموده در رشد هنرهای مردمی سهمی بارز گذاشتند. از سال 2006 تا سال 2020 در ناحیه رشقلا 11 نفر بانوان بیکار صاحب گرانت پرزیدنتی گردیدند و آنها توانستند که بانوان خانه‌نشینی که در خانه بیکار هستند آنها را به کار جلب نمایند. یعنی گرانت پرزیدنتی با گرانت پرزیدنتی بانوان کار کرده ایستادند و آنها به دوزندگی، بافندگی، طوق دوزی و دیگر هنرها مشغول می باشند. و سال 2020 دو نفر بانوان ناحیه رشقلا صاحب گرانت گردیدند و امروزه کار و فعالیت کرده ایستادند. یکی از گیرندگان گرانت پرزیدنتی سلیمه قربو محمد و از ناحیه رشقلا می باشد که در سال 2020 به مبلغ 10,000 سومانی صاحب گرانت گردیده یک سیخ خرد دوزندگی و بافندگی را تشکیل نموده زنان را به کار جلب نمود. آنها در اینجا به بافتن و دوختن لباسهای ملی و اروپایی مربافی مشغول می باشند و از حساب این نمودی هنرها زندگی خود را پیش می برند. سال 2020 سزاوار گرانت پرزیدنتی شدم و منادوری خودم رو به پیشوای ملت که ما زنان صاحب کار رو با چنین گرانت های پرزیدنتی دستگیری می نمایند. نیت دارم که در آینده باز سیخ دوزندگی خودم رو وسیع‌تر نمایم و باز 2-3 نفر زنان خانه‌نشین دیگر رو به کار جلب نمایم. در این کارگاه بانوان به تیار نمودن لباس‌های ملی و اروپایی به طور درخواست مشغول می باشند. در یک روز نمودهای گوناگون لباس‌های زنانه را تیار می نمایند که مشتریان زیاد آنها را خریداری می نمایند. در آینده نیت دارد که شاگردان زیادی را در این سمت تیار نموده فعالیت کارگاهش را وسیع‌تر نمایند و دختران را به کار جلب نمایند. مدیر شعبه اطلاعاتی کمیته کار با زنان و حائلین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محمد علی صباحت رستم به مسئولات آماده کرده این زنان چیره دست بهایی ارزنده داد. ضمن سفر کاری به فعالیت سیخ دوزندگی بهاره مراد محمد و که به مبلغ گرانتی 20,000 سومانی تشکیل گردیده صاحب گرانت پرزیدنتی گردیده بود شناسایی پیدا نمود. بهاره مراد محمد و سیخ دوزندگی را در محیط خانه تشکیل نموده چندین زنان و دختران بیشغل را به کسب دوزندگی جلب نموده اطمینان دارد که در آینده یک سیخ دوزندگی را بنیاد نماید و فعالیت کاری را بهتر برآورد. مدیر شعبه اطلاعاتی کمیته کار با زنان و حائلین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید نمود که اگرچه بیشتر جوان دختران را به شاگردی گیرند و کسب دوزندگی و بافندگی را به آنها آموزند تا آنها هم در آینده صاحب جای کار گردند.